حالا شغلتون چیه؟ مربی بوکسم. اون ضربه کاری آدم معمولی نبوده. الان که دارمت به هر قیمتی شده از اینجا میارمت بیرون. بس کن بهت میگم، به هیچ قیمتی نمیخواد با اون حرومزاده صحبت کنی. خانم بختیاری چی شد که رفتی خونه مقتول؟ من پرستارم. دنبال چی هستید شما؟ چرا نامزدم باید توضیح بده؟ خوشحال میشید منو خورد کنید؟ آقای عزت اللهی بذارید حرفشو بزنه. مجبورم نکن بدون اینکه بخوام دفاعیتتو گوش کنم رأی و صادر کنم. تو درمونگاه کار میکردم که سلام، خسته نباشید. حالا مادرم اصلا خوب نیست. میتونید بیاید منزل اون آمپول صدامشو بزنید؟ سلام خونسردیتون حفظ کنیم. بله میتونم، یا انجام میدم. رفتم منزلشون که اصلا مادر مریضی وجود نداشت. انگار همش یه نقشه بود. شروع کرد به آزار و اذیت. گریه نکنید خانم. بعدش چیکار کردی؟ از خونشون با داد و بیداد فرار کردم بیرون. الو علی رضا کجایی؟ من اصلا حالم خوب نیست. تو رو خودتو برسون. آقای عزت اللهی بعدش چیکار کردی؟ رفتی زدی طرفو کشتی؟ بذارید خودم راستشو بگم، مگه دنبال حقیقت نیستید؟ یکی این وسط مرده نه، تو زید آشم و کشی ایوون باید قصاص بشی. شما ساکت. برو سر اصل مطلب.